کسی کفالت داده نمیتواند که حالتهای فوق‌العاده کی و در کجا رخ میدهند. با مقصد بلند برداشتن دانش خوانندگان اوید به مدافع گраждани در مؤسسه تعلیمی رقم 119 چورابینی دایر شد و ضمن برگزاری آن خوانندگان مهارت خوبشان را نسبت مدافع گраждани نشان دادند. شاگردان به گروه‌های نجات بخشی، گروه آتش نشانی و گروه طبیبان تقسیم شده صحنه‌های گوناگون را وابسته به حالت‌های فوق‌العاده پیشکش حاضرین گردانیدند. امروز شده که با شما معلوم شد در مؤسسه 119 ما همچون سردار ستاد مدافع گраждани خوانندگان و کارکنانی که در اینجا جمع کار میکنند مدافع گраждани را گذراندیم و این باعث چه حادثه هایی که در جمهوری یعنی حادثه های فوق‌العاده میگذره آنها را با این معلومات کافی دادیم یعنی تیار کردیم. همه بچگان نغز اشتراک کردند، قابلیت خوب داشتند. در اینجا با هر یک قسم‌های گروه ها ما تشکیل کردیم، گروه های طبی، گروه های نجاتدهی، گروه های بی‌ضرررسانی و گروه های آتشفشانی. از جمله همه این گروه ها با موفقیت از عهده کار خود برآمدند و باوری هست که در هر حادثه فوق‌العاده که با وجود می آید آنها نقص آموده بدن را میفهمند. مسئولین برابر دایر ساختن چنین چورابینی‌ها خوانندگان را هشدار می‌سازند که هنگامی به عمل آمدن حالت‌های فوق‌العاده در حالت آماده باش قرار بگیرند.